السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من پدری سید اکرم عمر هستم. در میترو واقع شدگی در میترو توریسکی. برادران در این کاری فرزندان که من روزی نیستم خیلی بچه اینو بچگی کردن یا هر دوش اکا اوکا هستن. وقتی که سید اکرم همراه را میقبن و با دو بیتکه زدن و این دادرش دلش طاقت کردن نمیتونه همین کار را میکند، همین جنایت را سزاوار میشود. برادران خیلی من اولا در خدا یکه و یگانه سپردم. بعد بسیار برادران نوشته شد در کامنتر را که ما یاردم میکنیم و ادوکت ها گفزنا کردم. ادوکت ها میکنیم که روی شترفش کتی برآوردن ممکنه. خیلی کسی بنده های خدا ایدیل برآورده یاردم کنه در این دو جوان که بسیار جوان است. یکتاش 21 ساله، یکتاش 18 ساله. و 18 ساله شما زدگیش عمر رسول جان زاده و یکم بار مسکو آمدگی و نفهمیدن میکنم جنایت سر خود تظاهر کردن. بچه های من عرق و سیگارت کش و عرق خور نبودن، همشون در روی اسلام تربیت شده بودن. وقتی که اکشم میزنن خیلی خون جان یگه کو همین گناه کد است. همین را التماس اگر یکان دستگیری کنین برای اون رول اشترافش برآوردن ممکن بوده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اسلام، نمبر کارت من اگر کسی که خالص الله یاردم میکنیم که 8 991 183 15 58 رسول جان اشورش میبره. خیلی برادران و امان الله باشین. این واقع در سر هر مرد میشود. من اولا از خدا بزرگ تکیه میکنم خدا من مشکلات فرزندان ما را آسان کنه. شما هم در حق فرزندان ما دعاگو باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و خیره.